президент توجیکستان امامعلی رحمان روز 1 اپریل ساکنان کشور را به مناسبت ماه شریف رمضان که از 2 اپریل فرا میرسد تبریک گفت. او این رمضان را ماه نامید که انسان را به صبر و تحمل، قناعت و پرهیزکاری، رحم و شفقت و نیکی و نکوکاری هدایت کرده ایمان او را کامل، ارادهش را قوی و ظاهر و باطنش را پاک میگرداند. امامعلی رحمان افزود در این ماه مبارک برابر بجا آوردن فرض و سنت های دینی، اجرای عمل های صالح از جمله خیر و احسان و دستگیری و نوازش یتیمان و معیوبان و کم بضاعت ها و محتاجان و صفت های شایسته و بشردوستانه هر یک مسلمان ثوابجو می باشد. باور دارم که نه تنها صاحبکاران و تاجران بلکه هر یک انسان خیرخواه و همت بلند در این ماه شریف اقدام و عمل نیک و پسندیده خود را گسترش می بخشد و با سخاوت و جوانمردی نمونه عبرت نشان داده صاحب ثواب زیاد می گردند. پرزیدنت تاجیکستان ساکنان را به خودداری کردن از ظاهر پرستی و اسرافکاری و آراستن دستارخوان سرخرچ و نمایشکارانه هنگام برگزار نمودن همه گونه مراسم و معرکه و مخصوصا در دوام ماه شریف رمضان دعوت کرده و گفت هموطنان عزیز ما باید موافق افزای عمومی تا رفت مرکب و مشکل شده ایستاده زمانه عمل کرده هرگز به ظاهر پرستی و اسرافکاری علل خصوص به اسراف نان راه ندهند. ما نباید مشکلات عذابی را که مردممان در سالهای جنگ تحمیلی شهروندی بنابر کمچین گردیدن نان کشیده بودند فراموش کنیم. در ادامه پیام شادباشیش امامعلی رحمان گفت امسال ماه رمضان به آغاز کشت و کار بهاری راست آمده. به این خاطر او از مردم خواست هر روز مساعد بهاری را ثمرناک استفاده کرده کشت زراعت‌ها و دیگر کارهای کشاورزی را وسعت بخشند. ضرور است که از این امکانیت‌ها درست و عاقلانه استفاده بریم تا اینکه یک وجب زمین خالی نماند و برای رویاندن حاصل استفاده کرده شود، گفت پرزیدنت تاجیکستان. امامعلی رحمان گفت دنیا را امروز علاوه به مشکلات وابسته به تغییر اقلیم، پیامدهای منفی آن بیماری سرایتی کووید 19، کمچین گردیدن آذوقه‌واری و بالاروی نرخ‌ها، همچنین افزای بسیار ناآرام و بی‌ثبات بعضی منطقه و کشورهای سیاره سخت به تشویش آورده است. او گفت حالت به میان آمده به وضعیت اقتصادی و اجتماعی قریب همه دولت‌های جهان از جمله تاجیکستان ما تاثیر جدی رسانیده ایستاده است. امامعلی رحمان دوره کنونی را یک دوره حساس‌ترین و دشوارترین در تاریخ بیش از 100 ساله انسانیت و عاقبت‌های این دوره نهایت حساس و بحرانی را پیشگویی شونده و درازمدت نامید. خصوصا سال جاری برای اهل بشر از هر جهت و پیش از همه از لحاظ تأمینات با آذوقه‌واری سال وزنین‌ترین و دشوارترین می‌گردد. در چنین شرایط ما را ضرور است که نسبت هر وقت دیگر متحد و سرجم باشیم، در لحظه‌های دشوار هم دیگر را دستگیری کنیم، به تهلکه و واهمه نیفتیم و هوشیار و احتیاطکار باشیم، گفت پرزیدنت تاجیکستان. با قرار شورای علما ماه شریف رمضان در تاجیکستان روز 2 اپریل فرا می‌رسد.